سلام. امروز میخوام بهتون یه نوشیدنی که میتونین به خودتون ببرین باشگاه برای اینکه تنوع باشه رو بگم. یه دونه لیمو و توت فرنگی. اول لیمو رو از وسط میبریم و قاچش میکنیم. بعدش توت فرنگی ها رو سرش رو جدا میکنیم. بعدش همه رو با هم میکس میکنیم. اینطوری. دانه چیا میریزیم. اگه دوست داشته باشین میتونین بهش شکر یا عسل هم اضافه بکنین که یکم شیرین تر بشه یا حتی پودر پروتئینیتون رو بریزین توش. ولی کلا این پر از ویتامین C و آره دیگه متفاوته. به نظرتون خوشم اومد یا بدم اومد؟